خوبه بابا خوبه. بریم جمع باشیم گیره که زنگ میزنم بیای. امروز روز اول خواه کردی به محله و این حال که من لازم هم تحت کرسی که کرسی ها غدا کردگی همیت خواب میگه پلو بی از علو چرا میفتکیم با اینه بله سلام علیکم منده نباشه شما کینیم خاله جان ایسته هستیم تیاریم بچه ها شما تعلقات ها چی چه پیش نفته کنه ویدی شما بله خاله جان اشتر اینجا انجوری آی الو میدین جاپان ما میدین در سرا خونم میدین خاله شما کینیم دیدید افغانستان الو بله برداشت رخته باشین خاله تو بگم نمیفهمی بگری بیا من نزدیک خودی تو گم درو بگه خاله چی مایی من خیال خاله خو میکنه عقل کماله بخونی گیله با خیالم اشتباه گرفتین خاله چه بگی خاله یا بچه کینه خاله من میگم میدین افغانستان امروز اول عشق است سفر دنباله دارد تو را نادیده رفت و دل از منزل دارد خدا رسته بیارد تو را ببینم دوباره شم و چراغا روشن کنین امروز عروسی داریم همسایه ها خبر کنیم امروز عروسی داریم برای عروس دوماد میدان سروا کنی گل بریزید به قدم شروع نوار بپا کنی واوا گل میدان گل میدان گل میدان واوا گل میدان بله اوکی برفتم به سرا گفتم با پشت سرا ایزون میشکنه امی زمار جمع کردن ما بابا اینا رو بساله کنن تشنینی میکنن اشتنی جانجار خیلیت یا نسی اول خوبه شکر فرد خدا دام غنیبه کجکی اشتر بید کجکی شکر خوب بود یار خوشحال بید تو اشتریگی بگو شکر فضل خدا اول خوبه جانجار تیار هستی شکر گیلا ها کوکو خسور تو هر رفیق به تو خیلی سلام میگو سلام میگفتم زنده باشه بعد از سلام گفتم به گیلک بگو تشکر باشه عجب پرسول زنده که باشه خیلی زحمت کشید رو بمار گل کرد امسال هم برو برای او بگو بیایه که یک 6 تا گوخونه و کادونا 6 تا میشه انمونا کار خودی ما نوبر کش کنه قراری که ده کاری که ای دار راست میگی کجی جو من پره رو خبر شدی که تکار کردم چکاره؟ تکار کردم پره رو کجا تکار کردی؟ سرک پل معلوم نه بابا آی پام سه جا بشکست آخه پل مالون براتون سکیل سوار بدم خوب عجب لالا هم یک سکیل دیگه مثل جدوری بیامد هم تا که بیامد خور بزد به پامه با وقتی که با رفتیم به پیش شکسته بنگو سه جا بشکسته انا لمی تعالی خونم انا می نیم ساعت میشه که پره رو تار پا خور وا کردم همین چیزا همینایی که دستمالا سفید بسته نمیکنن دکترها گچ رو بگو گچ آخه بیلا اموال که رفیقت مثل سیارتر بیدی زو پیش کسی گپ دو بکشی تو بشکر افتاد که به تصرف
گیلک به گفتا نمیفهم خصوص توصیت کرد که پیان بباشه گفتن برو به گیلک بگو مثل پارسال بیای نوه کشی کنه که 6 تا گوخونه و کادون اینا همه امسال چپه میشه اگه کاغل نکنم. کجی تو برو با خسر و سلام بگو، بعد از سلام بگو فقط نمواده ما و شما دگه سال بخیر. کم پا تیار شه بابا امالی که تیار بید پا تو. یعنی من به می ریش لام، به می قیافه، به می دومیدی من به تو دروغ میگم؟ یعنی گیلا خو خیلی آدم غلطی برانمه، خیلی آدم غلطی بیدی از تو غلط دیگه به رای روی دنیا نیه. تو اشته امال پا تو اپا بتیارتر به وقت بسته کنی میگی نه من قبول داری؟ آه دست کن به جون پا نزنی. برو پیش ننه من برو. امالی گیلک نو من پیش نانی تو آمدم نانی تو گفت پشت سرای ایزون بشکنه تیاره. تو برو ننه من با پشت برو. پا خور به جون پا نزنی. کجی پایه؟ آخی هی کجی پایه؟ بس کو نه بد کردن کجی نکن که دکتر گفته باید علا خودم برو بپرسش که برو. برو راه تیز برو. نه الو نه کجیر بیامد به درس راه. همالی بیامد درس راه. چی گفتیم حالی بیامد دوباره میای نه به پیش شما سعی کنیم بگیم میدم حیات ما برفته بگیم گیلک سکل زده به سرک پول مالون بفهمیدین تیز میرفته بگیم چیز کنه بگیم پای بشکسته اصلا جا فعلا 60-70 تا پاچک استوندیم پاچک مرغ تا این پاچکا مرغ بخوره تیار شد ما میایه نه خسور ما پارسال کمر ما بشک خیر به خیر جوونی خو نبینه خسور ما به سینه ما پرپر زنه نه خسور ما رای کله که بالغ خونه و بالا خونه کار کاگل کاری میکنه گیلک بیا نوه کشی کنه نه آواز شما باشه کجیر حال میرسه درس را خوبه همین تا بگیم بری خوب بگین گیلک وضع خرابه بفهمیدیم ها نه من به پا خود بسته کردم لنگ خود بسته کردم. خداحافظ نه خداحافظ که بیامد بشه بیایم پیش شما. خداحافظ. منو کار در خونه تونم خسور منو کار در خونه تو کنیم هر روز بیام تو اینجا با من نوه کشی کو به 4 تا برغه تو خود کله گنده خو اگه قبول نداری خسور اگه قبول نداری خسور این لنگ من باش یک چوبی هم لنگ خوبش کنم خسور همین جای که پا بسکت خسور که دیارم خسور با خدا نور به سرشونی خونه میگذارم خسور بفهمیدی چوب توی تا بشکستم خسور یاد اگر بیامدی که چه کار شد؟ دادا برفتم برای گیلک خب به دم گوشی اول خودی و زنگ زدم گپ زدم به من میگه خاله جو خیریت جان چه پیچ خوبم کی میگه؟ مادر نه گیلک به گوشی خودی به خاله میگه هرچی میگه من خوشی بی تو که جیرو میگه خاله جان شما کینی. خب عدی میگذاری برفتم لالا به پیشی و اون جوگا دیدون گیلک ایزون میشکنه اول برفتم در سرای نمودر گفت پشت سرای ایزون میشکنه بای بیاره ایزون بار به سرای برفتم به پیش ایزون بار میشکن تک دیار بود برای گفتم گیلک جو که خسور تو سلام بگفته رد از سلام گفته گیلک بگو بیایه که بیست پارسال نوه کشی داره بیست پارسال نوه کش کنه که روی بگو خونه و کادون کاغل کنه همین را گفتم لالا دستمال از اون کمر خواه کرد بسته کرد به پا خوشونو کرد به نوالا کرده که پا محکسه جا بشکسته و خلاصه برفتم گفتم گیلک تو کمال تکتیار بیدی گفتن نه پا و پل مالون بشکسته برفتم مادری هم بپیشیدم مادر بچه دروغ گفتم به من مادرم یعنی به تو میته گفتن که پا با چی بشکسته توبه کنیم لالا توبه کنیم یعنی لالا همتا که اسم نوه نبردم که نوه کشی داریم گیلک هوله که دستمال از اون کمر خواه کرد بسته کرد به پا خو پا محسه جا بشکسته توبه کنیم لالا سلام است به گیلک بابا اون نابیقیه بدیدیم لالا گو برین رو بخندید گو گود گیلک دروغ میگه یلک و رعد از یور یلک و طور به خدا پارسال هم بیامد
4 نمه بود با 2 ساعت دیر میشیش چای میخورد اندازه 10 نفر میره چاش میشینه و سر کاسه شروع میخوره یلک و حدید 2 ساعت یک کارگری بریم بگیریم. بابا گفتن که بیایه پیار ملکه میزد دومات خور نمیشناسه یک سنه سال بم 12 هم میگه او پای به کجا برفته بوده و کدو همی که گیره نمیکن که پامه بشکسته وقت بودم جو میگه پامه چی رنگ زاره پاتو سال به 12 هم اومیته چیزیه پارسال هم بیام از کوم گلو ما خوش که 4 نوه با نبود دیگه نمیای لالا یعنی میگی سرامو دیگه بیای خوب رخصت میکن دیگه بیای اگه اون میشی لکه ما بزنم آدم به شوک که دماغ کنه آنه کافی این نوه چیزی گیلکری هم تیر میشه میره بیا دیگه بابا مدام رسول میگن گلک بیاری یک کارگری 200 یا مدام سر می دومات خو حساب میکنه برو بگو بگو نمیته کرده برای گپ نکده شرایط خراب شده اینجا میانه سبزوها با این همه ناز و ادا دلم میخواست برقصم همینجا هم نه بسته نکو تیاره آخی جون فی وای فی ای بله این هیچ کار نشده از این جگا بیایمده مثل من میت شاخ شمشاد هم که مر بدیدی باید بلند دروغ نمیگم نمازو سر بکن آخی این وا به شد سال یک دفعه ما گیلکری داریم به سال یک دفعه تو که دوم نگی دست خود نه اومد نه درد میکنه بدم انگاه که تو به خاکش 3 کیلیت مر میزنی و میجی پو که بدم میدی من بیل دارم به می خم کندیم آنه تیاره وا نکوی خانخو تابکو، تیاره که تابکو، دگماتو تابکو. میکنه تیاره سبا کن به می خم اما وا شده لکه وا شده اوه نه یک دیدو کمده که مونده بخواه که دیگه عموت به می قبوله خم کندیم 3 کیلی که بجیستی خیلی نبینی که من جوانم من دل به دنیا دارم جوانم مر میزنی پا بر رسته جا میشکنی میجی چی جوان؟ بعد سیری فیلا شدی تا اون مر بدی خوندن کرده میامدی پا تو تیار هم کمر بدیدی پا تو اصلا جا بچ کرد شکستگی و خوندن چی کار داره من که پام دهن میکنه خو همه گیلکری اگه نمیبینی که پا تو تیار بیدن نگم بله. من یک روز یه خلاص میشد میره برات کار خود چه کار میشد میامدی من که صبح گیل کجیر رای کردم برات تو رای کردم نه پس شکسته بنده میگه بیا که پاتو به جای اندازم وای پیار من مگر خود هی اشتباه از مانه که خودی شما خیشی کردین بفهمیدی اشتباه از مانه چکو اگه اشتباه از ما نباشه بسته کنیم یه از این دیوال چپ سسه کنیم این اشتا را میره انان معلوم میشه نکی اینجگار من بدیدم که یه حال را میره انان معلوم میشه که پای شکسته یا نیه تو صبر کن میگم دوش که پاتو نرم نشو به سنگا نخوره حال لنگیده را برو از مکه چپ میشی حال را میری با وای با یک روزی با کارتو بند نمیشه با خودتو گپ میزنم این دومات ما دلی دارم دلی دیوانه دارم و میشاری را جان خانه یا نشته جمع بردی که خیلیتی شفا باشه لالا چی شفا باشه؟ شفا باشه برا رمه نه تیارم برا نه تو نمیگم گیلک میگم چه کار شده گیلکه؟ گیلک ایش کن نشده نه چه کار شده برامه؟ آخیشته پای هسته جا بشکسته بود که؟ نه بند بچه اگه به تو دروغ بگو اگه کی پای دروغ شکسته؟ ایمونه بلا بگو نداری جا بگو آقا من پیش گیلک میبودم پای به سکنده میگوشتن 3 روز پیش من موتور زده با قربانون هسته جان پا بشکسته برانم من دروغ میگم بابا مثل که شوخی کرده قلب من بس داده مال او نون بخورد به سرا برا دنگانه ما بند بچه من تو مادر تو هم پیشینو مادر تو مستنگاه گیلک به چی من شکل زده یه مثل که خودتو شوخی کردم یا گولی کردم و تو اینشتا که مال به سرا نون خورد برا به سرا یعنی رفیقی که مثلا گیلک تیاره
ها مال میگم به سراب نون بخور من میرم به صحرا میرم. یعنی که مغرگی که به تو این بگم گلن از مو تو خیلی کیارتره نه؟ اوه هیچ کار نشده. هیچ کار نشده. من فهمیدم من بیامدم برای گفتم گلن پیار من به تو سلام میگفتم خصوص تو گفتن گلن بیا این سال هم میشه پارچار بابا نوکشی کنه همین کلی برکن نگفتو دست بالا که من خواه کده پاس اوه این پس میگم بوده میفهمی که دیجو ما به تو بگم برار منه تو که اصلا نوکشی بعد میایه من پارسال هم دل نماز خودش آنباره باز هم گفت خسور من خیره میرم خود اینا دست یعنی نمیایه با گلن باشه و جمعه میایه دیگه من بیامدم به سرا خسور خوب دیدن خوشو خوب دیدن خسور خوب دیدن نزبات کن با خدا قسم نیایه به در سرا ما تیک تیک کنه از این مقلما پایای نشکستون که منو میلیاس نباشید تجیر نباشه خیره که دیجو خیره برو برای گم نکن با من گم میزنم خودی و بیخی خیلی به دل تو درد کرده و ری میکنم که چی؟ نه دیگه ری نکنید تا خیره بابا خونه کنه که بیای رنگی نمایی ببینی خیره